این راهی مشقت‌دار است، راهی آسان نیست، خاصتا به اهل علم و طالب علمان رسانیدن شریعت ضرور است. اگر امروز رسانید زندانی شوید، اگر نرسانید دوزخی میشید. همین آدم هایی که امروز شما شکایت کرد که این من دعوت به سوی دینی اسلام کرد و دعوت به نماز کرد، فردا با شکایت میکنن که نکرد گفته، اینا ما دعوت نکرد گفته شکایت میکنه. حالا کدام شکایتش وزنین است؟ روز قیامت هم لعنت میکند همین آدم هایی که بیدین هستند، آدم های علمدار علمی شریعت داره لعنت میکنه روز قیامت که همین لعنتی ها اگر شریعت به ما میرسانیدن امروز ما دوزخی نمیشدیم. به هر حال با بعضی قاعده های ضوابط داره. اگر دانید که همین آدم خبر میرساند، خبر او چی نمیگوید. و خبرکشی بسیار گناه عظیم است. خبرکش غالبا نگوییم خیر، بعضی مفسرها گفتیم فرزند زنا هست. بعد ذلك زنیم. 8 صفتی ولید ابن مغیره گفت. الله تعالی ولید ابن مغیره بسیار دشمنی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. از جملش هماز مشاء بنمیم، بسیار خبرکشی میکرد. جوانی با آبروی مکه بود و خبرکش بود. در 9مین وصفش 8 جا وصف کرد الله تعالی ولا تطع كل كفار اثیم هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. بعد اینکه 8 وصفش گفت، بعد ذلك زنیم، بعد این قدر وصف ها با ولد و زنا هست گفت. بعد وقتی که این خبرش آیت نازل شد، آیت مردم تلاوت میکردن، آیت در حق ولید ابن مغیره نازل شد، بعد گفت که در 8ش محمد راست میگفت. یعنی همین 8 صفتش مانند هست گفت. لیکن من فرزند زنا بودگیم و فرزند مغیره نبودگیم اینش من نمیدانم، این مادرم میداند. گفت و رفت و مادرش به زمین خوابانده، در سرش کاردمان شمشیر مانده. گفت که اگر راستش نگوی سرت میگیرم. من فرزند کی؟ گفت. بعد مادرش گفت که تو فرزند مغیره نیستی. گفت مغیره پدری تو، یعنی که تو نسبت داده میشی، اون آدم شوهری من، از وی فرزند نمیشد. گفت پول و مالی زیاد داشت. اگر پدرت بیمار بود، یعنی همین مغیره بیمار بود، اگر این وفات کند، امکی هایت، یعنی امکی هایی که حاضر امکی گفته میگردی، دادراش و برادراش میخواست مالاش کشیده گیرد. بنابراین من زنا کردم و توی تولد کردم تا اینکه مال و ملکی مغیره به تو ماند. ببینید یک کافری سرکش بود. وقتی که در حقش قرآن آمد و قرآن اینو وصف کرد، گفت که والله، گفت در 8 وصفش محمد راست میگفت. یعنی قرآن راست میگفت که من درست و همین صفتایی که من دارم من وصف کرده است، لیکن 9مش نمیدونم. رفته تحقیق کرد که 9مش هم راست برآمد. بنابراین بعضی مفسرها گفتن که غالبا آدم خبرکش ولد و زنا میشد، چون که اونجا گفت که مشاء بنمیم، بسیار خبرکش. هر یک خبر من از بازار خبرکشا گرم است. به واتساپ و به اس ام اس هم تو رسم میگیرم میپرتم. از دبی رسم تا میبیاد که فلان چی دستی رفول هدایت کرده خوام است. از مسکو از نماز جمعه میرد ویدیوش که من اینا جمعه و اومد گفته. وای بر حال این خیل خبرکش ها. بسیار حالت تو مزنین از خبرکش هم در این دنیا. شما در پیش همون ملیسه های هم قدر ندارید. این شستیار کی من است، این کزیالی من است، یک بوزی من است میگه. شما در نزد دیگر کروگاش بوزی من میگه، کزیالی من میگه، شستیار کی من میگه. و شما دختر دارید، پگه دخترتون شوهر میتید، یا آدم چی میگه؟ این فلان کزیال دخترش میگه. مردم گپش ده. یعنی برای این چیزا نه. آدمی بیدین برای اقلا برای عاریت همین چیزایی نمیکنه. آدمی دیندار به خاطر الله و ترس الله، حتی دشمنش هم خبرکشی نمیکنه. آدمی دیندار خبرکشی این صفتی بسیار پست است. ابو سفیان کافر بود. وقتی که هرقل امپراتور روم
اینا سوداگر بودن به روم به تجارت رفته بودن به سوی شام. امپراتور روم وقتی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش میرد میگوید که این بازارنده اگر قریشی های مکه ها باشد جمع کرده بیاید. بعد جمع کرده میبینم میگوید کدام شما از روی نسب به همین محمد شخصیتی که دعوای پیغمبری دارد نزدیک هستید؟ بعد ابو سفیان میگوید که من از روی نسب نزدیکترین اینها هستم. بعد میگوید که پیشتر بیا. دیگر آدم های میگوید که اونها مکگی هستند. همین آزی من به این چند سوال میتیم، اگر راست گوید، اگر دروغ گوید دروغ گفت گویتون. بعد ابو سفیان سوال میتید، یک چند سوال ها حدیثی دراز است، در صحیح بخاری حدیثی ششم یا بعضی طبعه ها که حدیثی هفتم چه حدیثی دراز است، آخرین حدیثی کتابی بعد الوحی است. یک چند سوال ها میدهد، وقتی که سوال میدهد ابو سفیان جواب دهد و راست گفتی میگوید، درست جواب دادی میگوید. بعد ابو سفیان نمیپرسد که هل یقدر، همین پیغمبری که از دعوا دارد خیانت میکند؟ باید نه خیانت نمیکند، لیکن از ما چند مدتی آنها که رفت آمد نداریم میگه 3 سال بیناشون علاقه کندگی بود، نمیدانیم که چیکار کرد بگد. یعنی در همین مدتی 3 سال خیانت میکند؟ گفت نه نمیکند، لیکن نمیدانیم ما چند سال است قطعی علاقه نداریم، ما چیکار کرد نمیدانیم. یعنی ممکن در همین مدت خیانت کرد، یعنی همین مضمون دارد به این معنا نگفت، لیکن ما گفت فاز یا مدت قطعی و در علاقه نیستیم نمیدانیم، حالی نمیدانیم، لیکن خیانت میکند؟ گفت نه گفت. بعد گفت که همین هرقل برای من یگان امکانیت نداد که پیغمبر گنده کنم مگر همین قدر امکانیت داد. یعنی همین قدر گپ زده تونستم که از ما وقتی علاقه هم نیستیم، از نمیدونیم چیکار کرده باشد، همین در آورده تونستم و دروغ نگفتم، تهمت نکردم در حقش. برای چی؟ برای آنکه همین آدمایی که از پشتنده هست، شاید اینجا پاشا نگفت که این دروغ گفت، نگفت چون که همش کافر است، همش محمد بعد میبیند، اینا شاید طرفداری میکنن، لیکن یک روز رفته در بین دیگر کروک، در بین دیگر آدم بود که اونجا ابو سفیان دروغ گفت. گفت اگر همین برای من عار بود که من گپی دروغ گفته باشم، عربا دروغ نمیگفتن و عهد به وفا میکرد، به سخنی گفتگیشون اجرا میکرد. مشرک بودن لیکن یک نمود خصلت های داشتن که امروز مسلمانان ندارند. یعنی یک کافر در حیاتش دروغ گفتگی نه و این چون برای دروغ گفتن فکر کرد که یک روز از نام من همونجا ابو سفیان دروغ گفته نقل کند، اگر همین عاریت برداشته نمیتونم گفته نگفت. بنابراین من خبرکشای یک بار دیگه خاطر رسان میکنم که کافرم خبرکشی نمیکنه اگر غرور یقره مردی یا انسانی داشته. این کار رو برای خودتان هیچگاه مناسب نبینید، این بسیار گناه کلان است و این گناه یک خبرکشی شما که یک آدم 8 سال در زندان میشیند، همین کودکاش پدرش یاد میکند، گریه میکند پدر جان گفته، همسرش چی گناه های دست میزند نمیزند، چه عذاب های میکشد از بی شوهری، شوهرش در اونجا در زندان و ظلم میشد، این پول کتی صاف کرده نمیشد. این عذاب های معنویه، پول کتی صاف کرده نمیشد. حالا یک دکتری دندانه در یک کشور نفهمیده برده 5 سال زندان کردی، 5 سال زندان کردی، بعدی 5 سال معلوم شده است که بیگناه زندان کردی، خطا کردی، 5 ساله آیلی کشه دادی، همون دولت 5 ساله آیلی کشه داده است که 5 سال همون چخل در همون دکترخانه دکتری دندان در چی کار میکرده است، آیلی کشه پور دادی نو، لیکن این آیلی که دادن کدی صاف نمیشد. وای اون معنویش میدونید وای چه خیلی پول قیمت است وقتی که شما یک شبانه روز یک آدم ناحق گرفته زندان میکنه. اون مسئولیتش در پیشگاه الله تعالی، در پیش همین آدم هم صاف شدن قین است. تصور کنید که شما یا نمود خبرکش هستید که هر روز 5 کس 10 کس آورده خبرش میدید، از پشت شما صدها آدم زندانی شده است. وای بر حالتان، وای بر حال آنهایی که شما به آنها خدمت کردید، وای بر حال آنها. یک زنک یک گربه حبس کرده است،
پیامبر صلی الله علیه و آله روز قیامت وقتی که شب معراج جنت و دوزخ برایشان نشان داده شد، در دوزخ از زنی را دیدن که یک گربه با چنگالاش اون زنه که میخراشید. زنک میگریزم گفت اون گربه مانند کوه شدگی قپیده میبیاد با چنگالش و روحش میخراشه، عذاب میتید. گفتن که این کی از این همین گربه حبس کرده است. گربه حبس کرده. شما وقتی که آدم مسلمان حبس میکنید، وای بر حالتان، در دنیا و آخرت به بهترین بلاها گرفتار میشید. حق الله تعالی اگر پایمال کنید، الله تعالی غفور و رحیم است. لیکن این مردمی که زندان شدن یا پسرشان زندان شد یا شوهرش زندان، اینا شما در دو دنیا نمیبخشید. شما به توبه و به استغفار و به حج و عمره روی قطعی هم صاف نمیشید. گناه های شما صاف نمیشدگی گناه است. وای بر حالتان.